توی این ویدیو میخوام از اعتیاد شدیدم به گوشی و دوپامینای فیک بگم و اینکه چطور تونستم مدیریتشون کنم و تا حد زیادی بذارمشون کنار. اگه تو هم این مشکل رو داری حتما تا آخر این ویدیو همراه هم باش. داستان من از یه دوره شروع شد که به یه بازی گوشی به شدت اعتیاد پیدا کرده بودم. شاید اصلا قابل توصیف نباشه، ولی حتی به حیاتی ترین چیزام مثل غذا خوردن یا نظافت هم اهمیت نمیدادم. توی جمع خانواده میشستم ولی هیچی از حرفاشون نمیشنیدم. با برد و باختش زندگی میکردم و انگار از دنیای واقعی کامل فاصله گرفته بودم. یه روز دختری که باهاش در ارتباط بودم توی اون بازی فقط به خاطر اکانت ضعیفم منو ول کرد و رفت با اون کسی که اکانتش قوی تر بود. منم خیلی بهم برخورد و همونجا تصمیم گرفتم تمام تمرکزم و انرژیم و زمانم رو بذارم برای اینکه خودم رو ثابت کنم توی اون بازی و اکانتم رو ارتقا بدم و همینطورم شد. من توی اون بازی تبدیل به غول شدم و توی رنکینگ های جهانی مثلا رتبه 2 3 می آوردم و تمام هدف زندگی معطوف شده بود به اون بازی. خب راستشو بخوای اولش خیلی حس افتخار داشتم، درگیر کری خوندنا و سرگرمی توی اون بازی بودم، ولی رفته رفته یه حسی درونم میگفت داری زمان و انرژی تو جای اشتباهی میذاری. میتونی توی دنیای واقعی برای رویاهای خودت این زمان و تمرکزتو بذاری و به نتیجه برسی. جوری شده بود که کلا سرم تو این گوشی بود. یه ارتباط 2 دقیقه‌ای نمیتونستم با یه آدم برقرار کنم، یا توی خیابون که میرفتم باید حواسم بود که موتوری ماشینی بهم نزنه، اینقدر که غرق شده بودم. کم کم به خودم اومدم و داستان تغییرم شروع شد که توی ویدیو قبلی راجبش توضیح دادم. بعد تغییرم داستان بازی و اکانت به کجا رسید؟ بعد 7-8 ماه، 1 سال که تونسته بودم بازی نکنم یا کلن بذارمش کنار، ذهنم بهم گفت حالا تو دیگه کنترل کامل داری روی خودت، میتونی مثلا روزی نیم ساعت 1 ساعت بازی بکنی بدون اینکه مثل قبل اعتیاد پیدا بکنی. ولی من گول ذهنمو خوردم، رفتم سراغ بازی و وقتی بازی رو نصب کردم تازه بعد یه مدت به خودم اومدم دیدم دارم دوباره به همون مسیرهای اعتیاد قبلی برمیگردم. چطور؟ میرفتم بازی مثلا نیم ساعت انجام بدم، 1 ساعت انجام بدم، میدیدم 5 ساعت گذشته. چرا؟ چون ذهنم بعد اون چند سالی که اعتیاد داشتم شدید، ذهنم شرطی شده بود و ناخودآگاه میرفتم به اون مسیرهای قبلی، به اون هویت قبلی برمیگردم که حالا توی ادامه ویدیو راجبش صحبت میکنیم. حالا به کجا رسید این موضوع؟ هی چند بار که مثلا اون وسوسه میومد من میرفتم سراغ بازی، میدیدم نمیتونم کنترلش بکنم، افسارش به قولی از دستم خارج میشه، بعد دوباره پاکش میکردم. بعد چند ماه دوباره میگفتم حالا این دفعه دیگه قوی تر شدم، میتونم کنترلش کنم. دوباره میدیدم که وقتی میرفتم سمتش میدیدم واقعا مثل یه فرد سیگاری که میره مثلا یه مدت ترک میکنه یه تفریح بکشم، ولی میبینه دوباره داره اعتیاد قبلیش برمیگرده. و این خیلی برام این رفت و برگشت خیلی برام سخت شده بود. تصمیم گرفتم اکانت بفروشم که برخوردم به یه کلاهبردار حرفه‌ای و شاید اون بهترین سرقت زندگیم بود و اون اکانت دزدیده شد و منم اونقدر که باید ناراحت نشدم و به فال نیک گرفتمش و دیگه یه جورایی بهونش دستم اومد و دیگه کلا سمت اون بازی نرفتم و
روتین رشد خودم رو ادامه دادم. این اواخر که کتاب عادتهای اتمی از جیمز کلیر رو خوندم تازه فهمیدم چه اتفاقی برام میافتاد. توی یه بخش از کتاب میگه عادتها بر اساس هویت شکل میگیرن و منم زمانی که برمیگشتم به اون بازی یه جورایی هویت قبلیمو بیدار میکردم، اون هویت معتاد به بازی و ضعیفتر خودم رو بیدار میکردم و کنترل از دستم خارج میشد و زمانی که میرفتم باشگاه یا روتین رشدم رو ادامه میدادم اون عادت و اون هویت قبلیم که اعتیاد به بازی داشت کم رنگ تر می شد و من فاصله می گرفتم و این برام خیلی جالب بود. حالا با توجه به تجربه‌ای که از سر گذروندم میخوام بهت بگم چطور با 4 راهکار عملی اعتیادت به گوشی و دوپامینای فیک اینستاگرام یا بازی رو از بین ببری و بعدش مدیریتش کنی. راهکار اول، با خودت رک باش و قبول کن اعتیاد داری. اگه سر خودت کلاه بذاری و بگی من تفریحی گوشی دستمه، اصلا اعتیادی ندارم، هیچ ترفندی برات کار نمیکنه. من اینو با کلی بها دادن، با کلی وقت تلف کردن و بیخوابی فهمیدم. نمیدونم کجای این مسیری و اعتیاد در چه حده، ولی اگه همین لحظه قبول بکنی که واقعا اعتیاد داری به گوشی، هرچند کم، تازه اولین مرحله و جرقه‌ایه که میتونی شروع کنی برای تغییر خودت. زمانایی بود که میمدن به هم میگفتن خیلی سرت تو گوشیه ها، برای چشات ضرر داره، ولی من اصلا توجهی نمی کردم، فقط به فکر دریافت اون دوپامین فیک و لذت از اون بازیه بودم. دقیقا مثل یه فرد سیگاری که هر چی بهش بگی این سیگاره برات ضرر داره ها، کمتر بکش یا نکش، ولی اون گوش نمیده و کار خودشو میکنه و به اون دریافت لذت از اون سیگار عادت کرده تا جایی که خودش واقعا بفهمه. و اینجا بود که برای من کار کرد که من خودم فهمیدم که این عادت من، این اعتیادم به گوشی و بازی چقدر زندگیمو تحت تاثیر قرار داده و داره به هم ضربه میزنه. و اینجا بود که شروع کردم به تغییر و برام جواب داد. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، با لایک کردنتون ویدیو به دست آدمای بیشتری میرسه و میتونه به اونا هم کمک کنه. دمتون گرم. راهکار دوم، تمرکز روی محیط به جای اراده. بعد پذیرش قدم بعدی تصمیم جدیه. واقعیت اینه که تو نمیتونی مدام محرک‌ها رو جلوی چشمت بذاری و انتظار داشته باشی اراده نجاتت بده. درست مثل یه فرد سیگاری که سیگار و فندکش روی میزشه و انتظار داره ترکش کنه، خب معلومه که دوباره میره سمتش. چیزی که توی کتاب عادتهای اتمی هم بهش اشاره میکنه، اراده یه جای کم میاره، باید محیطتو تغییر بدی. اون برنامه هم که بهش اعتیاد داری مثل اینستاگرام یا بازی ها رو یه مدت پاک کن و خود گوشی رو آگاهانه کمتر استفاده کن. مثلا ببر توی اتاق دیگه یا بذار توی کمد دیگه که سخت‌تر بشه دسترسی بهش و خودت رو با کارهایی که بهت دوپامین واقعی میدن مشغول کن، مثل ورزش کردن یا کتاب خوندن. اینجوری به مرور ذهنت سمزدایی میشه و پاکسازی میشه. قدم سوم، هویت جدیدتو بساز. واقعیت اینه که تو نمیتونی مغزتو خالی نگه داری. مغز ما عاشق فعالیته و اگه براش جایگزینی پیدا نکنیم دوباره ما رو برمیگردونه به همون مسیرها و اعتیادهای قبلی. باید اون تمرکز، زمان و
انرژی که صرف اون اعتیاد به گوشی میکردی رو بیاری توی دنیای واقعی. مثلا من اون زمان وحشتناک و انرژی که پای گوشی میذاشتم و آوردم پای ورزش، کتاب خوندن و کارم. میدونم اوایلش سخت، ذهن مقاومت میکنه، ولی به مرور که نتایج عادتهای جدیدتو میبینیم، مثلا میری جلوی آینه بدنتو میبینی، اعتماد به نفستو میبینی، به مرور تازه میفهمی لذت واقعی یعنی چی و کمتر تن به اون عادتهای فیک که راحت به دست میاد میدی. اون حس پیشرفت رو با هیچی عوض نمی‌کنی و میفهمیم لذت واقعی از دوپامینای زودگذر و فیک به دست نمیاد، از اون سختی رشد محور به دست میاد. و اگه توی یه برهه اینو تجربه کرده باشی کامل متوجه منظورم میشی و همیناست که به مرور اون هویت جدیدت جا میندازه و یواش یواش هویت قدیمیت که اعتیاد داشته به گوشی یواش یواش کمرنگ میشه و توی سایه قرار میگیره. قدم 4 و آخر: فکر نکن جنگ تموم شده. گاردتو پایین نیار. بزرگترین اشتباه برای خیلی اینه که فکر میکنن بعد چند ماه یا حتی چند سال دوری و فاصله از اون اعتیادا دیگه همه چی حل شده، کنترل کامل دستشونه. ولی اعتیاد خیلی عمیق تر از این حرف هست. شاید باورتون نشه ولی من بعد 1-2 سال که از اون بازی و از اون اعتیادا فاصله گرفته بودم به یکی از دوستای قدیمی پیام دادم، دوستای اون دورانم، و همین که در این پیام دادن بودیم اون خاطرات، اون دوپامینای فیک، اون هیجانات درونم زنده شد و انگار دوباره وسوسه شدم برم سمت بازی، در صورتی که قبل اون صحبتمون هیچ اشتیاقی به اون بازی گذشته نداشتم. حالا نمیگم تا آخر عمرت اینستا رو پاک کنی و استفاده نکنی، قابل درکه که به خاطر فضای آموزشی و کاری استفاده از این پلتفرم اجتناب ناپذیره، ولی باید حواست به اون اعتیاد پنهان درونت باشه و نذاری دوباره بیفتی توی همون چرخه ناخودآگاه ذهنت. حواست خیلی باشه. یا اگه دیدی بیشتر از اون نیازت داری استفاده میکنی، مچ خودتو بگیری. یادت باشه اعتیاد هیچ موقع کامل از بین نمیره، فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنه یا کم رنگ میشه. پس بعد یه مدت که از اون فضا دور بودی، از اون اعتیادهای قبلی، گاردتو پایین نیار و فکر نکن همه چی تموم شده و هر لحظه خودت رو زیر نظر داشته باش و حواست به اقداماتت باشه تا ریشه های اعتیادهای گذشته بیدار نشن و غیر قابل کنترل نشن. این موضوع خیلی مهمه. یادت باشه این یه مسیر یه شبه نیست، نیاز به پشتکار و صبر داره. طبیعیه که گاهی شکست بخوری و نباید دل سرد یا ناامید بشی و باید ادامه بدی. تو وسط مسیری هستی که خیلی هنوز شروعش نکردن. این مسیر از اون اعتیاد شدید تا امروز به هم یه چیزو ثابت کرد: گوشی ابزاره، قرار نیست صاحبمون باشه. توی کامنت ها برام بنویس چی باعث میشه گوشی از ابزار برات تبدیل به اعتیاد بشه. همه ی کامنت ها رو میخونم و با هم گپ میزنیم. اگه تا اینجا یه ویدیو همراه هم بودی، معلوم مسیرت با من یکیه، پس همسفرم شو
تا با هم رشد کنیم و به عمق بریم. اگه میخوای بدونی چطور توی 6 ماه نسخه ضعیفمو کشتم و به ورژنی جدید تبدیل شدم، ویدیوی قبلیم رو تماشا کن. مراقب نسخه قوی ترت باش.